سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در قزاقستان هیکل نظربایف را کندند. توقیف از اودکبه کمک حربی خواست. اظهار آمادگی تاجیکستان برای فرستادن نیروی حربی به قزاقستان. خواهش از شهروندان تاجیکستان از سفر به قزاقستان خودداری کنید. بر اثر ترکش در مرکز طبابتی چلمزار 6 کس زخمی شده است. بازداشت 2 ساکن بدخشان در فرودگاه دوشنبه هنگام بازگشت از ترکیه. حبس 4 نفر در پی زنوزنی صاحبان طرفخانه‌های سمیره و ملکه. هشدار، خطر طلمه از بین نرفته است. یک زن در طرفخانه پرسیا از کیسه یک مرد آیفون 12 را دزدیده است. و اکنون تفصیلات خبرها. نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان و رئیس دوره‌ای شورای سازمان پیمان امنیت دستجمعی اودکبه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که سازمان درخواست پرزیدنت قزاقستان در مورد به این کشور فرستادن نیروهای حامی صلح را پذیرفت. پاشینیان گفت که این نیروها با نظرداشت تهدید به امنیت ملی و استقلال جمهوری قزاقستان از جمله با دخالت از بیرون به مدت محدود با مقصد تأمین امنیت در این کشور وارد کرده می شوند. شام 5 ینور پرزیدنت رسمی قزاقستان قاسم جمال توقیف در پی به دست خود گرفتن راهبری شورای امنیت که تا کنون در دست پرزیدنت قبلی نورسلطان نظربایف بود در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد و حوادث آخر را کار دست تروریستان نامیده از اودکبه کمک حربی خواست. او گفت با نظرداشت اینکه این دسته‌های تروریستی عملاً دسته‌های بین المللی بوده در خارج به طور جدی تیاری دیدند، حمله آنها به قزاقستان را میتوان و باید همچون عمل تجاوز بررسی کرد. از این رو من امروز به سران دولت‌های عضو اودکبه مراجعه کردم که به قزاقستان برای رفع این تهدید تروریستی کمک رسانند. بنا به خبرها روسیه الکی برای ارسال نیروهایش به قزاقستان اظهار آمادگی کرده است. تاجیکستان نیز عضو اودکبه است ولی هنوز معلوم نیست که آیا دوشنبه هم به قزاقستان نیروهای حربی میفرستد یا نه. اعتراضات در قزاقستان روز 2 ینور در شهر ژناوزن ولایت منگیستاو در غرب این کشور در پی 2 مرتبه تا به 120 تنگه بالا بردن نرخ گاز مایع که اکثر ساکنان به جای بنزین در ماشین‌هایشان از همین گاز استفاده میبرند آغاز یافت. به زودی اعتراضها اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان را فرا گرفت. مقامات با شتاب نرخ گاز را تا 50 تنگه پایین آوردند و صبح 5 ینور تمام حکومت قزاقستان به استعفا فرستاده شد. ولی اعتراضها تا حال دوام دارند. اعتراضگران در میدانها شعار میزنند که شالکت موسفید برو. منظور آنها پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف است. روز 5 ینور اعتراضگران در الماتا بناهای شهرداری، قرارگاه پرزیدنت و یک فرودگاه را با 5 هواپیما اشغال کرده در شهر تلدی قرغان مرکز مأموری ولایت الماتا هیکل نظربایف را با ارغمچین کندند. بسیار شارحان رویدادهای اخیر قزاقستان را پایان شرمسار باز یک دیکتاتور شرمنده نامیده میگویند متاسفانه دیکتاتورهای دیگر از سرنوشت همتایان خود از جمله از سرنوشت نظربایف سبقی به خود نمیگیرند. لازم به یادآوری است که از روز آغاز اعتراضها نظربایف از خود یگان بار درک نداده است که کجاست و فکرش درباره این همه حوادث که میگذرد چیست. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان به شهروندان تاجیکی که در قزاقستان قرار دارند خبر داد که سفارت تاجیکستان در شهر نورسلطان و کنسولگری گنرالی کشور در شهر الماتا به طور مقرری فعالیت دارند. وزارت گفت با در نظر داشت عملهای غیر قانونی که در بعضی از شهر و ولایت‌های قزاقستان دیده می‌شوند، از شهروندان تاجیکستان که در قلمرو آن کشور قرار دارند خواهش می‌گردد تا هوشیاری را از دست نداده از جایهای سیرودم کناره‌گیری نمایند. وزارت به شهروندان تاجیکستان همچنین با اصرار توصیه داده است که دستور قاعده‌های جاری گردیده در وضع فوق‌العاده را در قلمرو قزاقستان قطعاً رعایت نمایند. در صورت به مشکلی دچار گردیدن شهروندان تاجیکستان آنها را ضرور است که فوراً به تلفن شبانه روزی سفارت تاجیکستان در شهر نورسلطان 771 722 40 929 خبر دهند. همزمان وزارت کارهای خارجه از شهروندان تاجیکستان خواهش کرده است که
از سفر به قزاقستان تا پوره به اعتدال آمدن وضع خودداری نمایند. یادآور میشویم از 2 ینور به این طرف در قزاقستان اعتراضهای گسترده ادامه دارند. قزاقستان بعد روسیه دومین کشور برای سفر مهاجران کوری از تاجیکستان به شمار می رود. بنا به اطلاع دریافتی در قزاقستان تقریبا 50,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی می کنند. سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به بدخشان را پیگیری می کند خبر داد که 2 ساکن این ولایت لیدر جوانان محله برخورخ صادق احمدبیکوف سال تولدش 1985 و گولیوز گولیوزوف سال تولدش 1992 در فرودگاه دوشنبه بعد بازگشتشان از ترکیه دستگیر شدند. بنا به اطلاع نشریات در حال حاضر احمدبیکوف و گولیوزوف در اداره عبوب در شهر دوشنبه قرار دارند و بر اساس قسم 2 ماده 237 کودکس جنایتی تاجیکستان به افباشی عیبدار میشوند. منابع آگاه گفتند که آنها را به دست داشتن در زنوزنی گروهی بین مخلصان دسته های محله های برخورق و گولکن در ماه سپتامبر سال 2020 عیبدار میکنند. شام 5 ینور در تلویزیون بدخشان در یک گزارش گولیوزوف و احمدبیکوف را به افباشی عیبدار کردند. مقامات تا کنون شرح ندادند که آیا بازداشت این 2 ساکن بدخشان به اعتراضهای اخیر در خوروغ نیز ربط دارد یا نه. پامیر دیلی نیوز عکس قرار دادگاه خوروغ از 28 نوامبر سال 2020 را نشر کرده میگوید احمدبیکوف را برای آن زنوزنی مخلصان علیه 406 سامانی جریمه بسته بودند. با این وجود صادق احمدبیکوف در گزارش نشر شده در تلویزیون بدخشان اعتراف گناه کرده گفته است جوانان خوروغ تحت تاثیر گروه‌های متشکل جنایتی قرار دارند و او گویا خودش با خواهش خودش به دوشنبه آمده است تا که به مقامات تسلیم شود. احمدبیکوف و گولیوزوف ورزشگران در بدخشان شناخته حساب می شدند. بازداشت آنها در پس منظر اعتراضهای اخیر خوروغ است. یادآور می شویم در پایان ماه نوامبر در پی در بازداشت به طور مرموز کشته شدن ساکن نوحه روشقله گلبدین زیابیکوف در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان اعتراضهای سر زد که از 25 تا 28 نوامبر 4 روز دوام کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 6 ینور در یک اظهارات ویژه با اظهار نگرانی و تأسف جدی از وضع قزاقستان گفت دوشنبه برای ارسال نیروی حربی به این کشور آماده است. در اظهارات گفته می شود که در قزاقستان در نتیجه عملهای غیر قانونی پیدا شدن گروه‌های یراقناک غیر قانونی که صاحب اسلحه مرگاور و تکنیک مخصوص گشتند باعث نگرانی عمیق می باشد و دوشنبه تشویش رهبریت قزاقستان را از کوشش‌های ناآرام کردن وضع در کشور توسط برانگیختن روحیه اعتراضی کاملا جانبداری می‌کند. وزارت خارجه تاجیکستان اظهار باوری کرد که مردم و رهبران قزاقستان قادرند در فرصت کوتاه‌ترین و با راه مکالمه به خشونت‌ها پایان دهند و دوشنبه در این مورد از تلاش‌های مقامات قزاقستان دستگیری می‌کند. وزارت خارجه تاجیکستان همچنین اظهار داشت که با رعایت عهده‌داری‌های همپیمانی در چهارچوب سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی نیت داریم در عملیات دسته‌جمعانه صلح‌آفرین برای رساندن کمک به قزاقستان جهت رفع خطر به میان آمده شرکت نماییم. یادآور می‌شویم شام 5 ینور پرزیدنت رسمی قزاقستان قاسم جمعت توقایف در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد و حوادث آخر را کار دست تروریست‌ها نامید و از آدیکبه کمک حربی خواست. به دنبال نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان و رئیس دوره‌ای شورای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی آدیکبه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که این سازمان درخواست پرزیدنت قزاقستان در مورد به این کشور فرستادن نیروهای حامی صلح را پذیرفت. پاشینیان گفت این نیروها با نظرداشت تهدید به امنیت ملی و استقلال جمهوری قزاقستان از جمله با دخالت از بیرون به مدت محدود با مقصد تامین ثبات و امنیت در این کشور وارد کرده می شوند. مقامات نظامی روسیه علیه خبر دادند که جزو اتم‌های دسانتی خود را به قزاقستان می‌فرستند. قرقیزستان نیز گفت به قزاقستان نیروهای حربی می‌فرستد. یادآور می‌شویم اعتراضات در قزاقستان روز 2 ینور در شهر جناوزن ولایت منگیستاو در غرب این کشور در پی 2 مرتبه تا 120 تنگه بالا بردن نرخ گاز مایع که اکثر ساکنان به جای بنزین در ماشین‌هایشان از همین گاز استفاده می‌بردند آغاز یافت. به زودی اعتراضها اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان را فرا گرفت. مقامات با شتاب نرخ گاز را تا 50 تنگه پایین آوردند.
و صبح 5 ینور تمام حکومت قزاقستان به استعفا فرستاده شد، ولی اعتراضات در قزاقستان تا هنوز دوام دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شب 3 ینور تخمین ساعت 22:00 دقیقه بر اثر ترکش در مرکز طبابتی آب شفابخش واقع در دهه چلمزار جماعت به نام عبدالواسیف شهر وحدت 6 نفر جراحت برداشته در بیمارستان بستری کرده شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده با تصدیق این خبر گفت علت ترکش هنوز پورا انیق کرده نشده است، ولی به گفته دکتران در این حادثه چند جای بدن آن 6 نفر سوخته است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت روز 5 ینور متخصصان آزمایشگاه جمهوریوی کیمیاوی رادیومتری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همراه با نمایندگان پروکراتور شهر وحدت برای معاین نمودن سبب این ترکش به تشخیص ترکیب آب شفابخش چلمزار به جای حادثه رفتند. دهه چلمزار در 6 کیلومتری شهر وحدت و 27 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. بنا به اطلاع رسمی تشخیص نشان داده است که در ترکیب آب شفای طبابتگاه گاز پروپان موجود بوده است. 5 ینور سال جاری از کیلومتر 2 تا 27 روی ماشینگرد رشت سنگوار که از موضع لب جر نویه سنگوار میگذرد در نتیجه بارش زیاد لغزش ترمه به قید گرفته شد. ترمه روی حرکت ماشین ها را موقتا بست. برای تازه کردن راه 5 عدد تکنیک وزارت نقلیات جمهوری جلب کرده شد. در این زمان راه ها پورا تازه کرده شده است و حرکت ماشین ها به ممنوعیت ادامه دارد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه ترمه خرابی و تلفات جانی نداشت. در قطعه آسیب پذیر راه‌های اتومبیلگرد دوشنبه خوجند و دوشنبه خوروغ برای تامین امنیت اهالی از حساب نجات دهندگان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی پاسگاه‌ها تأسیس داده شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خاطررسانی می‌کند که در پی گرم شدن هوا در روزهای اخیر و بارشات روزهای پیش در ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در قطارکوه‌های ایسار اینچنین در راه‌های ماشینگرد دوشنبه خوجند چنوق، دوشنبه رشت لخش، دوشنبه سنگوار کولوب درواز، ونج خوروغ، خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب باقی میماند. احتمال لغزش ترمه، ریزش سنگ و ریگ، یخبندی باقی میماند. در همین ارتباط کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساکنان کشور مراجعت می‌نماید و خواهش می‌کند از سفر به منطقه‌های ترمه‌خیز خودداری کنند، موقتا به دامنکوها برای ایزام نروند، مالچرانی نکنند و به شکار نیز نروند. رانندگان هنگام سفر در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها و بالا نبردن سرعت حرکت گرو اصلی بی‌خطری در راه است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و منافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر به شهروندان و مهمانان مراجعت می‌کند که احتیاط کنند و در حالت پیش آمدن ایالت‌های فوق‌العاده به این کمیته زنگ زنند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که شب 3 ینور تخمین ساعت 21 در طربخانه ملکه در کوچه نبیف نویه سینا بین یک گروه میزاجان که در حالت مستی قرار داشتند مناقشه به میان آمده. آنها یکدیگر را از احسیات اوباشه مورد دشنام‌های قبیح قرار دادند. کارمندان میلیشیای پایتخت در حال به جای حادثه حاضر گردیده سبب و عامل‌های مناقشه مذکور را معاین و گمانبر را دستگیر نمودند. در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی سنجشی معاین کرده شده است که شهروند موسیدینوف منوچهر سال تولدش 1990 ساکن شهر دوشنبه کوچه شیروزی رهبر مرکز دلخوشی سمیره با همراه رفیقان خود شهروندان حاتم و جمال‌الدین همراهیویچ سال تولدش 1998 استقامت کننده تیمور ملک جماعت شهرک سویت پاسبان مرکز دلخوشی سمیره مسمیروف عثمان الهامدینویچ سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر ایسار شهرک شراره کوچه متونت پاسبان مرکز دلخوشی سمیره قمرف حسین افضلویچ سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نبیف پاسبان مرکز دلخوشی سمیره در حالت مستی با صاحب ملک طربخانه ملکه مناقشه نموده با آواز بلند دشنام‌های قبیح در برابر ترتیبات و آرامی جمعیتی را ویران نموده شأن و شرف همدیگر را پس زدند. وابسته به حالت مذکور
نسبت نامبردگان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. از جانب سود نویه سیرو نسبت هر کدام جزا در نمود محبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه خراسان با عریضه زن 27 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 20 ینور سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از جزدانش 3900 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 16 ساله ساکن همین ناحیه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه مرد 38 ساله ساکن امین شهر مراجعت نموده است که شب 3 و 4 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل دکانش یک عدد نوتبوک تمغه اسوس را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه سیلا با عریضه مرد 34 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 1 و 2 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 00:50 دقیقه هنگام در طربخانه پرسیا واقع در شهر دوشنبه قرار داشتنش شخص نامعلوم با راه پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 12 را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 14000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، زن 28 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه فردوسی با عریضه مرد 46 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 17 ایول سال 2021 مرد 44 ساله ساکن شهر ایسار که پیش با ماده 259 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد افت-ماشین تمغه نیسان مورانو را به مبلغ 125000 سامانی نرخ گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.